مثلا فیلم هایی را که ما میبینیم یا خانه وحشت اگه دوستا رفته باشن میفهمیم که خانه وحشت داخلش هیچ چیز واقعی نیست و به خاطر ازی پلان گذاری شده که ما را بترسانه. پول هم میتیم که میریم ما بترسیم و مطمئن هم هستیم که کل چیز دروغ است و وقتی داخل میریم با واقعیت میترسیم. چرا؟ چون ما باور میکنیم. یا یک مثال کمی واضح تر بتون به دوستایی که شاید آشنایی با خانه وحشت نداشته باشه. ما در خانه ششتیم با مادر جانم و همشیره‌ایم و یکی از همشیریم امی کسی جندار شروع میکنه که یک جن بود و که این رقم بود فلان و بستان و بعدش همی کسا خلاص میشه. دقیق اینال به می که طفل هستم برای مادرم میگه که برو بچیم تشناب برو باز بیا خوش شو. من میگم که نمیرم. دمی دالیز اونمو جنده که خواهرم گفته اونمو جند استاد است. ترس واقعی است، حس واقعی است، فکر واقعی است، اما موجودیت او جن دروغی است.